بعد از 2 هفته بیشتری از علاقمندان سفر از تاجیکستان به ازبکستان می توانند توسط اتوبوس ها به این کشور همسایه سفر کنند. به اطلاع مقامات تاجیکستان همه روزه بیش از 10,000 شهروند این کشور به شهرهای مختلف ازبکستان سفر می کنند. حرکت اتوبوس ها میان تاجیکستان و ازبکستان از 15 می شروع می شود. در این باره 1 می به رادیوی آزادی مدیر شرکت ایشن اکسپرس سلطان کمالوف خبر داد. با گفته وی جانب تاجیکستان برای اثرگیری حرکت اتوبوس ها کاملا آماده است، ولی انتظار مرحله اخیرین مذاکرات با جانب ازبکستان می باشد. در همین حال شیرعلی گنجرزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی در شرح این موضوع گفت که متخصصان دو کشور مسیرهای حرکت اتوبوس ها را بررسی کرده بعضی از مشکلات در این راه را تأکید کردند. با گفته جناب گنجرزاده راههای ماشینگرد دو کشور برای حرکت اتوبوس ها موافقند، اما در بعضی از منطقه ها نصب لوحه های اطلاعاتی اضافی ضرور است. و افزود علامت ایواز کردن کار بسیار علامت های معلوماتی هستند که قشلاق ها نزدیک ایستگاه ها چیا همه اینفورماسیون میگن که برای که وقتی که از جانب ازبکستان میان خب باید معلومات داشته باشن همه چی ده. به همین خاطر رفته یک کمیته دیدگی و اسلام میگن رفته میبینن و گشت سر میتن برای که مردم است که اتوبوس وقتی که میره در سرحد میایستد اولش که باید که در امان رود، دومش که در گذرگاه باید که شرایط باشد که مردم موقع تفتیش کنن و کنن مردم گذرن. اساس اون که ما اجازه گرفتگی هستیم. قبلا مقامات دو کشور درباره حرکت اتوبوس ها میان شهرهای دوشنبه ترمیز، باختر دهنو از پنجکент تاجیکستان به شهرهای سمرقند و بخارا از خوجند به تاشکند و از کنیبادان به شهرهای وادی فرغانه ازبکستان توافق کرده بودند. از جانب تاجیکستان شرکت ایشن اکسپرس مسئول انتقال مسافران شده. این شرکت به این منظور از ازبکستان چند عدد اتوبوس های نو خریداری کرده است.